کی میخواد جنت اول ببینی؟ اشرف غنی را. اشرف غنی را. ماشاءالله. ما میخوایم وطن ما جور شود، کارگر باشه، ما در زمستان چیز خدایی نداریم، کمک یک تابچه. اسمتون چیست؟ محمد سلیم. بسیار خوب. در جنت انشاءالله کل ما امید دارم که بریم. کی رو میخوای اول در جنت ببینی؟ اول میخوایم که پروردگار خدا ببینیم یک بار. ماشاءالله. پدر و مادر. چرا؟ به خاطر که اونا بودن که ما رو به همون طرف تشویق کردن برای اسلام که باز ما از طریق اونا شناختیم اسلام. در نهایت قبل از مشرف شدن به دیدار رسول صلی الله علیه و سلم بزرگترین آرزوی یک مسلمان دیدار جمال ملاکه که الله جل جلاله سپس رسول صلی الله علیه و سلم. خداوند توفیق شاول به ما عنایت کنه که ما بتانیم بسیار بنده گناهکاری هستیم که مقام ما در جنت باشه. بعد الله سبحانه و تعالی و رسول الله صلی الله علیه و سلم کی رو میخوای ببینی؟ بعد از او خانم شما؟ پدر مادر خانم اولاد و انشاءالله. خب اگر انشاءالله خدا خواسته که در جنت اول بریم، خب معلوم دار است که جنت زیر پای مادر است. کوشش میکنم که اول مادرم مهربان و ببینم. دویم کی خواد بود؟ دویم حضور پاک صلی الله علیه و سلم که محبوب الله است، باید تو حتما ببینی، او را که نبینی هیچ امکان نداره. ماشاءالله. کی رو میخواد در جنت اول ببینی؟ اشرف غنی را. اشرف غنی را. ماشاءالله. اول میخواد در جنت اشرف غنی را ببینی. در اینجا برو دیده میتونی. چرا در جنت؟ ما میخوایم وطن ما جور شود، کارگر باشه، ما در زمستان چیز خدایی نداریم، کمک یک تابچه، باید ما کار کنن. در جنت که داخل شاملین کی رو میخوای ببینی؟ در کجا؟ در جنت. این سوال عادی است. دوستانی که در دنیا به خاطر خدا با اونا دوستی داشتیم، میخوایم در آخرت هم با اونا یک جا حشر جزاک الله خیر. عباد باش. لأني صادق النية فؤادي ما عرف. کی رو میخوای در جنت اول ببینی؟ مادر و پدر. مادر پدرشون زنده است؟ بسیار احترامش کو که دو جمعیت باشه انشاءالله. درست است؟ عباد باشی. جزاک الله خیر. سلامت. عباد باشین شما. نه وقت نیست. خب بازم بگو نه مادر اینمیال گلام جمع است. بله. من نامتون میگیرم در لیست کمک‌ها. روز شنبه برات کمک میکنم. خو یک دقیقه صبر کو. ریاض آواز که دیدی خور نمبر اولی کی؟ ریاض رو دیدی خور نمبر اولی که بیا زمان تو دوشنبه باز راشی. دیدی خور نمبر اولی که ونتراپیل ده برا.